اینطور مردم پشتش بگرده. شما آمدی اینا در کجا آمدی؟ پشت اینطور مردم بگرده که در کمال برسانتانه، دیو زدتانه. شما هیچ مرکز پیدا نمیتارید، در درجه کمال میفهمی. یک روز برو در مجلس، یک چند دفعه هایو سری تا این طرف بزن، باز دلت پاک میشه. نه نماز بخوان نه روزه. چرا تکلیف میکشی؟ میرسی؟ نه پابندی سرت باشه که این زن است این مرد است. نه، باز دلایتان پاک میشه، باز هیچ گپی نیست. بازار چی گپ است؟ اینی طور مرکزها مرکزی دین گفته میشه، نعوذ بالله. و مردم سیلواره پشتش روان است. سیلواره میگه. الله چی میگه؟ قرآن چی میگه؟ و این نشأ نغرقهم، اگر ما بخوایم غرق میکنیم یارا، فلا صریخ، نیست یک فریاد رس. کسی که علوم عربیت خوانده، صریخ دلای نفی جنس اسمش واقع شده نکره ایمانا عموم فایده میکنه. هیچ کس فریاد رس نیست. فریاد رس نیست، فریاد رس. خو لیکن در افغانستان فریاد رسا زیاد است. شما غوث الثقلین بگوی، غوث الاعظم و غوث الثقلین. غوث چی را میگه؟ فریاد رسه. ده ها مسجد در کابلیتان به نام غوث الثقلین و غوث الاعظم است. کی را میگه خبر داری؟ غوث الاعظم و غوث الثقلین. غوث الاعظم بزرگترین فریاد رس. غوث الثقلین فریاد رس جن و انس. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه را میگه. این عقیده است. قرآن چی میگه؟ مردم چی میکنه؟ او را نام مسجد هم گذاشته، مسجد غوث الثقلین. ما از کی گله کنیم؟ کجا بریم؟ این قرآن چی میگه؟ قرآن خو میگه صریخ نیست دیگه، فریاد رس کسی نیست. ولا هم ینقذون، نیست که نجات داده شون، خلاص کرده شون. قطعا کسی نمیتونه که الله بخواه هلاک بکنه، غرق بکنه. الا رحمتا منا، مگر از جهت رحمتی ماستیم که نمیخوایم که یارا غرق کنیم. کافر هم است، مشرک هم است، ظالم هم است، دزد هم است، گریزی هم است، هر کار است. الله موقع میده. این میدان امتحان است. میدان از این نیست که هر کس گناه کرد زود الله جزا برش بده. نه، موقع میده. و متاعا، نفدادن سلاحین تا یک تاریخ. الله تاریخ مقرر کرده، بعد از اون تاریخ باز محاسبه شروع میشه. از این خاطر انسان ننازه که وی در راحت هستم. اگر من مقبول الله نمی بودم، این زندگی رسایی که، این بلدنگ رسایی که، این موتر رسایی که، این صحت رسایی که، این اولاد رسایی که، این کلش امتحاناتی کی بود؟ الله تبارک و تعالی. و اذا قیل لهم اتقوا، وقتی که گفته میشوند بر ازا اتقوا ما بین ایدیکم، اجتناب کنی، خدا نگاه کنی از عذاب الله، از او عذابی که ما بین ایدیکم در پیش رویتان است، پیش روی شماست، و ما خلفکم که پشت سر شماست، لعلکم ترحمون، بخاطری که سر شما رحم کرده شود. بترسی، نکنی خلاف ورزی نکنی. عذاب پیش روی مفسرین چندین نظر داره. مراد از ما بین ایدیکم دنیاست و ما خلفکم آخرت است. پیش روی دنیا الله تبارک و تعالی میتونه شما را بنابر عصیان و گناهایتان امیالی عذاب بده. نکنی که عذاب الله میرسه. و از عذاب پشت سر خدا نگاه. آخرت آمده نیست، محاسبه صورت میگیره. این راجح قول است. بعضی عکس میگیره، ما بین ایدیکم پیش رویتان که قیامت آمده نیست، و ما خلفکم پشت سرتان که در دنیا تیر شده. عکس ازی گرفته، خویی مرجوح است. ما بین ایدیکم، خدا نگاه کنی از او گناه ها بین ایدیکم، یکی پیش رویتان انجام پیش در عمرتان پیش آمده رویست. و ما خلفکم، و از گناه های پشت سرتان اجتناب کنی. چی رقم اجتناب کنه؟ توبه بکشی، پشیمان شوی، گناه های سابقتان دیگه پشیمان شوی، و از پیش رویتان گناه پیشتان میا اجتناب کنی. نکنی امیالی وقت سواده است، او سرحد او تاریخ نرسیده. توبه را الله قبول میکنه. این معنام درست است. چرا؟ لعلکم ترحمون، سری خودتان رحم کرده شود. الله رحیم است. اگر تو واقعا توبه بکنی، هر نوع گناه که داشتی، هر نوع، حتی شرک کسی داشته باشه، بله توبه بکنه، به الله رجوع بکنه، گناه خود گناه بدانه، سرش پشیمان شوه، عزم بکنه که من دیگه او گناه را نمیکنم، الله میپذیره. قرآن ما را وقت خبر داده. اینقدر تاکیدات الله تبارک و تعالی در این مورد بر ما بیان کرده. و ما تأتیه من آیت،
نمیه برشان بر از یک معجزه یا دلیل من آیات ربهم، از جمله دلایل پروردگار، معجزات پروردگار، الا کانوا، مگر هست این مردم عنها، از این معجزات، از این دلایل، از این آیات های قرآن، معرضین، اعراض کنان است، قبول نمیکنه. دنیا نشانه ها را بیاری قبول نمیکنه. و اذا قیل، چرا؟ عادتشان شده، عناد داره، ضد داره، نعوذ بالله نمیفهمه که ما کدام طرف روان هستیم. و اذا قیل لهم، وقتی که برشان گفته میشه انفقوا، مصرف کنه، مما، از بعضی آن چیزی که رزقکم الله، الله براتان روزی داده، قال الذين كفروا، میگویند کسانی که کافر است. معلوم شد که تمامی بدبختی ها نشأت از کفر میکنه، سرچشمه همی کفر است. چی میگه؟ للذین آمنوا، برای مؤمنا میگه ما را نگوی که مصرف کنی. ان نطعم، آیا ما خوراک بدیم، من کسی را لو یشاء، اگر الله میخواست، لو یشاء الله، اگر الله میخواست، اطعمه، طعام برش میداد. ان انتم الا فی ضلال مبین، نیست شما مگر در گمراهی آشکارا هستی. شما ما را امر میکنی به کسی که الله او را خوار کرده. اگر این پیش الله محبوب میبود همینطور خوار نمیکرد. عجیب استدلال. این را میگه کلمت حق ارید بها الباطل. این کلمه خودش حق است، خو لیکن یا از پیشش اراده باطل کرده. برشان میگی مصرف کو، گفت دمی چرا مصرف کنیم؟ این بدبخت است. اگر بدبخت نمی بود الله همینطور نمیکرد. الله همینطور نمیکرد. یعنی یک جواب اخیتر، شما مومنا آخه میگی که رزاق الله است، ما را چرا امر میکنی که بدی برش؟ خودتان میگی که رزاق الله است، او باز ما را میگی بدی برش. پس قول خودتان نعوذ بالله نقض میشه. رزاق الله نیست چی که ما را میگی؟ یک تعداد بدبختا امیالی ابی گپا میزنه. امو کسایی که نعوذ بالله ناز میکنه سری مال و دارایی خود، امی گپا میزنه. میگه شما ملا آخو میگه که روزی دینده الله است. بای الله بده وی، الله بده وی، برای ما چرا میگه؟ یک، این قول یهود بود نعوذ بالله، قول مشرکین است. دوم اینطور میگه ما موافقتی امر الله را، مشیت الله را میکنیم. الله خواسته ای آدم که امی رقم باشه، ما هم قطعش کمک نمیکنیم. یعنی موافقتی چی را میکنیم؟ بگوی مشیتی الله را. نعوذ بالله. دروغ میگن. این خوی طور نیست که به خاطر رضامندی الله که الله ای کارا ایره چیزی نداده، آلیام چیز برش نمیده که موافقت با الله بیا. منظوری از یا خب بخل است. چی هسته بگوی؟ چیزی از دلشان نمیبره، ایره میگه بهانه. امروزم بسیار دوستای ما که میره، راستی یکی خوب مردمای هسته که واقعا حرفه و کسبش است. خب به یقین میشناسی که اینی آدم اونجا ملک داره، جایداد داره، خانه داره، لیکن آمده در سرک دستش میلرزه او چگست در دستش است که کسی میشناخت بالکل اگر خیرات نمیده و میگه که حرفه ایست، این گپش درست است. اما که علم نداری که واقعا او طرف مالدار است یا نیست، این بهانه را نکو که ندادی، دعا برش بکو که الله برات بده، الله از این حالت تو را نجات بده، دعا برش بکو. خویرت بری خود بانه نکو که چیست دلت نمیشه دادن و میگی یا کلشان کسبیسته یا کلشان چی فایده غلط میگیره. این طوری بهانه جویی نکو. چرا؟ به خاطری که اصلی مقصد تو دل تو به دادن نیست و این را بری خود دلیل جور میکنی. عذر گناه بدتر از گناه است. عذر گناه خویسته که داری نمیدی، باز بعد از او عذرش هم پیش میکنی که اینطور است. ملاهای ما همینطور است، گناه میکنن، چپ نشسته هستن، حق واضح نمیکنن. خب باز دلیل هم بری خود میگه ما از حکمت کار میگیریم. ما از چی کار میگیریم؟ از حکمت کار میگیریم. اینطور است. ابلیس چطور مزین میکنه؟ برای موت دمی موقعی که دلت نمیسوزه ابلیس برای دلیل میکشه. یا هر روز است، هر روز کی میده؟ الله از پیشی در روز مطالبه نمیکنه. در روزی که داری بده دم به خاطر رضای الله تبارک و تعالی. بس از تو همیشه او طرف به الله بگذار. و اما سائل فلا تنهر، کسی که سائل باز خصوصا که رضای الله را پیش میکنه که به رضای الله، البته به اندازه توان، ای که زورت نمیرسه بس دعا برش بکن. این مردم هم همینطور میگه که ما به این مردم نادار چرا بدیم؟ اگر الله میخواست برای ازیا میداد، خب الله نخواسته که الله نخواسته ما موافقت الله را میکنیم، ما هم نمیدیم. این انتم الا فی ضلال مبین.
یا قول الله تبارک و تعالی است که به این طور مردم میگه، به این مردمی که بهانه میکرد این انتم شما نیست الا مگر هستی فی ضلال مبین، یک گمراهی آشکار هستی. چرا؟ الله براتان توفیق داده، مال دارایی در دسترستان داده و اونجا موقع مصرف کردن برات میسر شده، به نام الله از پیشی طلب کرده، تو باید بده که نمیدی، این خودش گمراهی آشکار است. یا است که این قول امی بدبخت است برای مؤمنا را میگه این انتم نیستی شما مؤمنا الا فی ضلال مبین، در گمراهی آشکار هستی. چطور ما را میگی که یارا کمک کنه؟ این خو مردمای بدبخت است الله نداده، حالان که ندادن مال نشانه بدبختی انسان نیست، معیار نیست برای قرب الله مال دارایی. چرا؟ دنیا محل آزمایش الله تبارک و تعالی است، میدان آزمایش است، به کسی میده و به کسی نمیده. کسی را به یک سیستم الله امتحان میکنه، اونو را به اونو سیستم امتحان میکنه، تو را به مالت امتحان میکنه که شکر گزاری امی مالت میکنی یا نمیکنی. و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، دعوتا که زیاد شوه و تنگ میه، که تنگ آمد باز چی میگه؟ دستیت خلاص، عذاب ما را از عذاب میترسنی، بیار همون عذابیتا. و یقولون میگویند متى هذا الوعد، کی هستی وعدی که شما میگی عذاب است عذاب است؟ ان کنتم صادقین، اگر شما راست میگی. الله چی میفرماید؟ ما انظرونا، این مردم ها انتظار نمیکنه الا صیحه واحده، مگر یک آواز هیبتناک، یک دفعه آواز، تاخذهم که یا رب فرا بگیره، و هم یخصمون، در حالی که یا خصومت میکنه، جار و جنجال داشته میباشد در بین خود در معاملات دنیا، سر یک چیز گفتگو می داشته باشه که ناگهان عذاب هیبتناک میشه، جا به جا مردم فرا میگیره. چه رقم فرا گرفتن است؟ در حدیث میاد پیغمبر علیه السلام میگه یک نفر او خوری گلی او خوره ترکده میباشه، او را لش میکنه برای حیوانات خود که قیامت قایم میشه. یک نفر لقمه را جور کرده در دهن خود میبره که قیامت قایم میشه. دکاندار قطی خریدار رخته آور کده در حالت چیر کدن میباشه که قیامت قایم میشه. آنی واحد قرآن بر ما میگه فلا یستطیعون توصیتا، توانایی نداره توصیتا از وصیت کردن. چرا ناگهان میرسه آلی تو را موقع نمیده که بروی تا خانه را اولادی توصیت کنی. ولا الی اهلهم یرجعون، نه بسوی اهل خود بازگردانیده میتونه. در هر جایی که هستی در موجه هستی همونطور حالت میاد. وقتی اینطور حالت سر انسان میاد، چرا آمادگی پیش از پیش نمیگیری؟ چرا تو وصیتی تا به اولادا وقت نکردی؟ اولادا را چی میگفتی؟ چرا خودت آمادگی از زیره نداشته باشی؟ قیامت اینطور میاد. مردمای غافل هسته، فکر میکنه ما چندین سال زنده هستم، چندین سال، آرزوهای خیلی طولانی داره، حرص خیلی زیاد داره، یک روپه را در راه الله مصرف نمیکنه، خوف از الله نداره، نماز نمیخونه، میگه که نه باز در پیری میخوانم، ولی خبر نداره که وقت پرنده مرگش میرسه. باز و نفخ فی الصور، دمیده میشود در سور، فاذا هم من الاجداث، ناگهان همی کلی مردم از قبرهای الی ربهم، به سوی پروردگارشان ینسلون، میشتابند، به دویدن میآید. دو نفخه میشه، یک نفخه برای مرگ است، دوم نفخه برای پس زنده شدن. اینطور نیست که فقط از قبر برآمدن طرف کدام میدانی که الله مقرر کرده دمو طرف رفتن است. قالو میگویند یا ویلنا، ای وای بر ما، من بعثنا، کی ما را بالا کرد، من مرقدنا، از خوابگاهی خود. وقتی عذاب هیبتناک، حالت هیبتناک مشاهده میکنه، امی مدتی عالمی برزخ برشان بستره معلوم میشه، خوابگاه معلوم میشه. چرا که اونجا حالت خیلی سخت است، این برش بسیار نعمت بزرگ معلوم میشه. یا ویلنا، ای وای بر ما، ای افسوس ما، من بعثنا، کی ما را بلند کرده، من مرقدنا، از خوابگاه های ما. آواز میشه هذا ما وعد الرحمن، ای بالا شدن اونموی است و وعد الرحمن که وعده کرده بود الله تبارک و تعالی. و صدق المرسلون، راست گفته بود انبیاء علیهم السلام. انبیاء علیهم السلام شما را آگاه کرده بود که بعث بعد الموت شده نیست. ان کانت، نیستی واقعی قیامت، الا صیحه واحده، مگر یک آواز. فاذا هم، ناگهان همی مردم، تمامی مخلوقات، جمیعا تمامیش، لدینا پیش ما، الله میگه محضرون، حاضر کرده شده می باشد در آن واحد. تو نیست که الله فلانی را صدا و فلانی را صدا. یک آواز میشه، مخلوق از هر طرف الله از قبرها میخیزه و طرف میدان دویدن است، لچ میروند لچ. عایشه رضی الله عنها پیغمبر رسول الله گفت یا رسول الله، یکی به دیگه سینه میکنه،
گفت هیبت آنقدر فرا گرفته که هر کس مشغول جان خود کرده، دیگه طرف نظر نمیشه. قرآن منظرهای عجیبی قیامت برای ما پیش میکنه، پیش از پیش ما را آگاه کرده که اینطور حالت ها را آمده رایست. یاسینه که قبل از جان کندن میخوانه، به می خاطر میخوانه که همین نقشه قیامت مکمل در پیش روی بیا، چی داری، چی کرده ای، کدام وقت می یادت آمد خیستی نماز خواندی که بله الله از پیش محاسبه میکنه، چی میکردی تو، کدام طرف میگشتی، در ناز و نعمت غرق. فالیوم لا تظلم نفس، بله خو محکمه الله است، محکمه عدالت است. اتر سری کسی ادناترین ظلم نمیشه، در ثوابش ادنا نقصان پیدا نمیشه. فالیوم ایروز لا تظلم، ظلم کرده نمیشه نفس بالای نفس شیئا ایت چیزی را، این قدر مقدار هم نه. ولا تجزون بدل دادن نمیشه الا ما، مگر همو چیزی که کنتم بوده شما تعملون عمل میکرده، اگر خوب بود اگر بد، خوبیتان همونطور ثوابتان کم ناشده مکمل پوره، و عذابتان سرتان اضافه شمار نمیشه. ان اصحاب الجنه اليوم، یقینا صاحبای جنت کسانی که ملازمین باغایی است، اليوم دای روز فی شغل، در مشغولیت، فاکهون شادان می باشه، مصروف می باشه، خیلی خوش وقت می باشه. الله از او جمله شمار کنه. مردم ده هیبت است و تو ده اینطور جای بسیار مصروف و خوش وقت. مصروفیت اگر خوشوقتی نباشه خب باز غم است، مصروفی که مکمل شادان استی. هم و ازواجهم فی ظلال، امی مردم جنتی با امرای ازواجشان، با امرای خانمایشان، فی ظلال در سایه های راحت آور است، علی الارای که بالای تخت ها متکئون تکیه زده می باشه، هیچ آرام، دمود جای راحت سایه جنت امرای اهل خود. لهم فیها فاکهتون، برای مردم ها دمی جنت فاکهتون میوه هاست، و لهم برای ازیا ما آن چیزی است یدعونه که یا اشتها داره، طلب داره، هر چیزی را که میخواه حاضر آماده است، محنت کار نداره. سلام، چه قسم حالات است، مبارکی گپان وجود داره، بله. سلام اونجا فقط سلام گفتن است، سخنی تلخ، سخنی کینه‌آور، سخنی که نعوذ بالله بد باشه هیچ نمیشنوی. از هر جانب سلام است، الله سلام میگه، ملائک سلام میگه، جنتی‌ها سلام میگه. سلام سلام قرآن بر ما یاد میکنه اهل جنت مکمل کلامش سلام است. او ما و شما سلام که یکی از جمله بسیار امری است که پیغمبر علیه السلام میگه شما در جنت داخل نمیشی تا وقتی که محبت نکنی در بینتان، و شما را خبر بدم از آن چی که سبب محبت میشه سلام فاش کنی. خب امروز سلام وجود نداره، یعنی سلامی که واقعی در شریعت آمده سلام اینطوری میگه السلام علیک، السلام علیک، السلام علیکم و رحمت الله. آلی خو وقتی شده که شما باور به الله بکنی سری سلام مردم میشرمه. در داخل شدن سلام میپرتیده، پس بیرون شدن چرا سلام نیست؟ در وقت رخصت شدن سلام در حدیث همینطور نمیاد؟ یکی اول سلام ملاقات اولا نیست از سلام چی کده؟ رخصت کده. ولی ما از دین خود آلی خجالت میکشیم نعوذ بالله. ما حول محیط ما اینقدر فاسد و گنده شده، رسومات غیر سر ما غلبه حاصل کرده که آلی اصل موضوع دین خود ما افشا کرده نمیتونیم. یک شیخ صاحب الله اجر بده که میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، چی میشه؟ از غیرت و ایمان میشه. دیگرای ما میشرمیم. سلام نه، درست سلام بگو. قولا من رب الرحیم، گفتنی است از جانب پروردگار، و طور پروردگاری که رحم کننده است. چقدر رحم کرده، در جنت بردتا و الله برات سلام میگه. وامتاز الیوم، این اینجا است. وامتاز الیوم گفته میشه برای مجرمین یا برای تمامی مردم ها. وامتاز الیوم جدا شوی امروز ایها المجرمون، ای مردم ها، ای گروپ های مختلفی گناه. اینجا یا خطاب به کلگی است، مومن مجرم کلگی یک جا است. الله میگه جدا شوی مجرم، یک طرف استاد شوی. سخت بد حالت است در یک مجموعه که تو را جمع کنه و بعد از او جنایت کرده برات میگه که فلانی مردم یک طرف شوی، بسیار سخت است. یکی بعضی میگه نه در این مقام می آواز که میشه مومنا وجود نداره، گناهگارا را الله میگه که گناهگارا دل شوی، نوع شوی، قسم شوی. زناکارا یک طرف، دزدا دیگه طرف، تارکین نماز دیگه طرف، غاصبین دیگه طرف، تارکین حج دیگه طرف، سودخورا دیگه طرف، قماربازا دیگه طرف. جماعت شوی. سخت حالت است. الم اعهد الیکم، الله تبارک و تعالی خطاب میکنه
ما علم عهد آیا برای شما امر نکرده بودم یا پیمان قطعا نکرده بودی ای بنی آدم اولاد آدم علیه السلام الله تعبد الشیطان که شما عبادت شیطان نکنی. عبادت شیطان عبارت از اطاعت شیطان است، قبول کردن سخن شیطان است، وسوسه شیطان است، نقشه شیطان است که امروز همون نقشه های شیطانی را مردم قدم به قدم عملی کرده رو ایسته او از او اطاعت میکنه.